تو این قسمت میخوام در مورد 10 راهکار علمی برای عبور سالم از جدایی صحبت کنم. پس با من همراه باشین. راهکار اول، احساسات خودتون رو بپذیرین، نه اینکه سرکوبشون کنین. بعد از جدایی مغز دقیقاً شبیه زمان سوگ عمل میکنه. تحقیقات هیلال ترزی نشون میده که تو چند هفته اول سطح کورتیزول و آدرنالین بالا میره. منظورم چند هفته اول بعد از جداییه و بدن در وضعیت استرس شدیدی قرار میگیره. به همین خاطره که نوسان احساسی کاملا طبیعیه. ممکنه یه روز ناراحت باشی، فرداش خشمگین باشی. نباید به خودت بگی باید قوی باشم یا نباید ناراحت بشم. پذیرش احساسات اولین قدم برای تنظیم هیجانه. وقتی احساساتتون رو انکار میکنی فقط طول درمان رو زیاد میکنی. دومین راهکار اینه که ساختار و روتین روزانت رو حفظ کنی. مطالعات انجمن روانشناسی آمریکا نشون میده که نبود برنامه بعد از جدایی باعث تشدید اضطراب و حس پوچی میشه. حتی کارهای ساده مثل بیدار شدن سر ساعت مشخص و برنامه روزانه کاری باعث بازگشت حس کنترل میشه. احساس کنترل یکی از مهمترین عوامل کاهش افسردگی پس از جداییه. خب، راهکار سوم، از انزوا دوری کن، اما ارتباطاتت رو انتخابی نگه دار. در پژوهش‌ها دیده شده افرادی که حمایت اجتماعی دارند زودتر از بحران بیرون میان. صحبت با دوستان یا خانواده، حتی اگر فقط شنونده باشن، میزان استرس رو پایین میاره. اما باید مراقب باشی با شریک سابق تماس نگیری، چون هر تماس دوباره چرخه وابستگی رو فعال میکنه. ارتباط امن یعنی کسانی که به جای قضاوت فقط حضور دارن. راهکار شماره 4، به جای سرزنش تحلیل کن. وقتی ذهن مدام به دنبال مقصر میگرده در واقع در حال فرار از یادگیریه. پژوهش‌ها نشون میدن بازنگری بدون سرزنش باعث رشد هیجانی و افزایش خودآگاهی میشه. به جای اینکه بپرسی چرا اون این کار رو کرد، بپرس من در این رابطه چه الگوهایی داشتم یا چه چیزهایی از این تجربه یاد گرفتم. این رویکرد ذهن رو از حالت قربانی به حالت تحلیلگر میبره و چه بهتر که از این اتفاقی که افتاده در واقع استفاده کنین و این تهدید رو به فرصت تبدیل کنین. در واقع دوران پس از جدایی برای شما فرصتی باشه که خودتون رو بهتر بشناسین. راهکار 5، رابطه رو برای مدتی قطع کن. مغز انسان به رابطه عاطفی مثل یک سیستم پاداش نگاه میکنه. هر پیام، عکس یا چک کردن صفحه طرف مقابل سیستم دوپامین رو دوباره فعال میکنه و فرایند جدایی رو از نو شروع میکنه. برای همین قطع ارتباط واقعی درمانه، نه قهر. در واقع گفتم اون دوران پس از جدایی شبیه سوگ از دست دادن یک نفر میمونه. ما تو سوگ پس از مرگ امکان این که دوباره با طرف بخوایم ارتباطی داشته باشیم رو نداریم. اینجا هم همین اصل رو باید رعایت کنیم. در زمان جدایی خواب و اشتها معمولاً به هم می‌ریزن. مطالعات نشون داده ورزش منظم، تغذیه سالم و خواب کافی مستقیماً باعث هورمون‌های استرس میشن. حتی پیاده روی 30 دقیقه‌ای در روز میتونه خلق شما رو به طور قابل توجهی بالا ببره. به یاد داشته باشین دوستان، بدن و روان با هم در ارتباطن و ترمیم یکی بدون دیگری ممکن نیست. برای خودت هدف و فعالیت جدید بساز. تحقیقات روانشناسی مثبت نشون میده افرادی که بعد از جدایی روی یادگیری مهارت جدید، فعالیت داوطلبانه یا پروژه شخصی تمرکز میکنن 2 برابر سریعتر به ثبات هیجانی میرسن. هدف جدید به ذهن جهت میده و از بازگشت مدام به گذشته جلوگیری میکنه. هر کار کوچکی که معنا داره قدمی به سمت بازیابی خودته.
راهکار شماره 8: زمان بهبود رو با کسی مقایسه نکن. در پژوهش‌های هیلال ترزی مشخص شده میانگین زمان بازسازی هیجانی معمولاً بین 3 تا 6 ماهه، اما دامنش در افراد مختلف بسیار متفاوته. فشار آوردن به خودت برای زودتر فراموش کردن فقط اضطراب تو رو بیشتر میکنه. هیچ کس با سرعت ثابت بهبود پیدا نمیکنه و فراموش نکن که هر کس گذشته خاص خودشو داره، زمینه ژنتیکی خاص خودشو داره و مسلماً ممکنه زمان بهبودش متفاوت باشه با یه نفر دیگه. راهکار شماره 9: از رابطه دوستی با شریک سابق تا وقتی احساساتت فعال هستن پرهیز کن. انجمن روانشناسی آمریکا در طی یک مطالعه نشون داده افرادی که بلافاصله بعد از جدایی در نقش دوست باقی میمونن در واقع بیشتر در معرض بازگشت به رابطه ناسالم قرار میگیرن. دوستی بعد از جدایی فقط زمانی ممکنه که هیچ کدوم از دو طرف احساس دلبستگی یا انتظار نداشته باشن. قبل از اون فقط ذهن رو گیج میکنه. پس عزیز من، خودت رو گول نزن. رسیدیم به آخرین راهکار: هویت خودت رو دوباره بساز. در رابطه ما معمولاً بخشی از هویتمون رو با دیگری تعریف میکنیم. بعد از جدایی باز تعریف خودمون ضروریه. این یعنی کشف دوباره علایق شخصی، گذروندن زمان با خودت و جدا کردن من واقعی از ما. تحقیقات نشون داده بازسازی هویت بعد از جدایی یکی از قوی ترین پیش بینی کننده های سلامت روان در بلند مدته. و در آخر، همراه عزیز کافه صوفیا، به یاد داشته باش جدایی فقط پایان یک رابطه نیست، بلکه شروع یک فرایند روانی برای بازسازی اعتماد به خود و باز تعریف هویت شخصیه. و شاید هم بعد از اون قرار خیلی اتفاقات خوب برات بیفته. علم روانشناسی میگه بهبودی از جدایی نه با فراموشی، بلکه با پذیرش، نظم، حمایت و بازسازی به دست میاد.